بله، نظر جمهور اهل علم در این زمینه این است که جایز هست. شما می توانید 4 رکعت سنت قبل از ظهر را به صورت 4 رکعتی و با یک سلام بخونید، اشکال شرعی وجود نداره. گرچه در این زمینه روایاتی که صراحت داره خالی از اشکال نیست، ضعف داره، اما جمهور علما نظرشون بر این است با توجه به چندین روایتی که در این زمینه آمده، نظرشون بر این است که اشکالی نداره شما 4 رکعت رو با یک سلام بخونید. اما اگر با 2 سلام بخوانید به نظر ما اولاتر و بهتر هست، زیرا که حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که صلات اللیل و النهار مثنا مثنا، نماز شب و روز 2 رکعت 2 رکعت هست. یعنی نمازهای سنتی که انسان میخونه 2 رکعت 2 رکعت باشه، این اولاتر و بهتر است. اما اگر شما 4 رکعت خوندید بنابر روایاتی که در این زمینه وجود داره، از نظر شرعی اشکالی نداره.